سلام بچه‌ها، چطورید؟ متین‌آرون هستم. خوش اومدید به ویدیو جدید. بچه‌ها امروز ویدیومون درباره خاطرات ترسناکیه که یکی از بچه‌ها برام فرستاده. بیش از این صحبت نمی‌کنم. برای حمایت از من لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله کنارش رو حتما بزنید و بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، اولین خاطرات ترسناک. هیچ چیز مثل خنده یه نوزاد زیبا نیست، مگر اینکه ساعت 1 شب باشه و خونه تنها باشه. خب میگه هیچ چیز مثل خنده نوزاد زیبا نیست مگه اینکه ساعت 1 شب خونه تنها باشی. اون میشه مثلا قبلش فیلم ترسناکی چیزی دیده باشه که توهم زده باشه، یا چه میدونم جو خونه سنگین باشه، یا نمیدونم دقیقا، ولی میشه گفت توهم زده انگار، یا جو خونه سنگین بوده. خب خاطره ترسناک دوم. یه عکس از خودم که روی تختم خوابیده بودم تو گوشیم بود، ولی من الان تنها زندگی میکنم. ولی این توضیح خاصی نداره بهتون بدم، فکر کنم خودتون بیشتر درک کرده باشید. بریم سراغ سومی. 2000 years later. یه مسئله ریاضی بدجور اصلامو به هم ریخت. رفتم پیش بابام که بتونه کمکم کنه و حلش کنه. در اتاقشو زدم. بابام گفت بیا تو. رفتم داخل اتاق خواب و در پشتم بستم. دستم روی دستگیره بود که یادم افتاد بابام 1 هفته پیش رفته مسافرت و هنوز نیومده. خب اینم میشه گفت عین خاطرات ترسناک اولی که اینا شاید توهم زده، چون توضیح خاصی نداره من به شما بدم، اینو دقیق نمیشه. خب خاطرات ترسناک 4. آخرین چیزی که دیدم ساعت رو میزین بود که 12 و 17 دقیقه شب رو نشون میداد و این زمانی بود که یک زن ناخن‌های بلندی داشت و پوسیده بود و یه دفعه کرد توی سینم و با دست دیگهش جلو دهنم رو گرفته بود که صدام در نیاد. از خواب پریدم و روی تختم نشستم و خیالم راحت شد که خواب میدیدم. یه دفعه چشمم رو انداختم روی کمد دیواری که ساعت 12:06 دقیقه شب بود و در کمد با یه صدای آروم باز شد. خب بچه توضیح این میتونه باشه داشته یه خوابی میدیده که مثلا یه پیرزن اومده و دستشو ناخناشو کرده توی سینه این یارو و این میشه دیگه تقریبا. بریم خاطرات ترسناک 6. یه دختر صدای مامانش رو شنید که از طبقه پایین داد میزد و صداش میکرد. واسه همین دختره هم بلند شد که بره پایین. وقتی به پله رسید خواست که بره پایین، مامانش کشید توی اتاق خواب، گفت منم شنیدم. بچه فکر کنم هممون اینو داشته باشیم که وقتی مثلا خونه تنهاییم یا داریم یه بازی رو میکنیم یکی داره ما رو صدا میکنه، فکر کنم برای شما هم اتفاق افتاده باشه. دقیق نمیشه گفتش واقعه یا نه، ولی اینو داره، ما داشتیم، همتون احتمال زیاد داشتیم. خب خاطرات ترسناک 7. با صدای چند ضربه به شیشه از خواب پا شدم. اول فکر کردم که صدا از بیرون و پنجره میاد، تا اینکه صدا رو از آینه شنیدم. آینه. خب بچه‌ها اینو من نمیتونم توضیح دقیقی بهتون بدم. اینو براش یه ویدیو میسازم درباره آینه و دنیای ماورالطبیعی و اینا، درباره به آینه میشه، ولی این میتونه مثلا از توانایی زیادش باشه. خاطرات ترسناک 8. چراغ اتاقی که از کسی که رفته بودم روشن بود، اما من الان از سر خاکش برگشتم. میگه مثلا یکی مرده، مثلا یکی هم مثلا رفیقش مرده، الان سر خاکش بود که برگشته دیده لامپ اتاق خوابش روشنه. اینو اصلا فکر کنم واقعیت نمیشه، چون امکان داره مامانش باشه، باباش باشه، فامیلش باشه، هر کی که میتونه باشه لامپ اتاق خواب روشن کرده باشه. خب چون این نمیشه بگیم
نه جن اومده تو اتاق خواب و یا بخواد بگه ارواح اومده لامپ رو روشن کرده و فلان و بسان. اینا میشه. خاطرات ترسناک نهم. آخرین انسان روی زمین تنها تو اتاق خوابش نشسته بود که یهو یکی در زد. خب بچه‌ها اینو میشه ربط داد به ماورالطبیعه. اینو میشه داد. مثلا هیچکی توی مثلا شهره که مردی نباشه یکی بیاد در خونتو بزنه. میشه اینو میشه ربط داد به ماورالطبیعه و ارواح و اینا. خاطرات ترسناک دهم. با صدای بیسیم که تو اتاق بچم هست بیدار شدم و شنیدم زنم داره براش لالایی میخونه. روی تخت جابجا شدم و دستم خورد به زنم که کنار من خوابیده بود. خب اینم میشه گفت ماورالطبیعه. دقیق نمیدونم اینا رو چجوری بهتون اثبات کنن که قشنگ چیز بشه، ولی آره اینم میشه گفت، اینم میشه ربط داد به اون. میشه دو تا دسته‌بندی گفت. اینجا میشه واقعی، اینجا میشه مثلا اشتباه، یا مثلا یکی میشه ماورالطبیعه، یکی مثلا میشه توهم و اینا. خب میریم سراغ 11. 2000 years later. بچه‌م رو بغل کردم و روی تختش گذاشتم که بهم گفت بابایی زیر تخت رو نگاه کن هیولا نباشه. منم واسه این که دخترم رو آرومش کنم زیر تخت رو نگاه کردم که زیر تخت. بعد دخترم رو دیدم که بهم گفت بابایی یکی رو تخت منه. خب بچه اینم دقیقا دسته‌بندی میگیره تو وسطش، یعنی هم میشه گفت ماورالطبیعه، هم میشه گفت توهم و خیال اینا، ولی احتمال زیاد این بین اون وسطی ها میشه دیگه تقریبا. خب بچه خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو من همراه کردید و دیگه حرفی نمیمونه تا ویدیوهای بعدی. فعلا.